29 سالی حیاتم این لحظه همین خیانتم شدگی شما آپشتی این گپتون من به پرابلم میشد خود من با نزدیک یک نفری نزدیک من دست بودم از فاروق سنگینوف فقط به فکرم خاطره های نیک خرسندی یا برای داد افتم هست یا؟ نه گفتم هستی تو نوه؟ هست که مگر یا برای باشتید؟ تا اومین کلی نمشد شد برو خانه دادو شما یکم بار منو گوش نمیکنید چوه؟ اصلش بگیرید پشیمان میشید چوه پشیمان میشم؟ چون که من دریاوه رفتگیم همین بود که منند واجنی мероприятием بود چه خیلی мероприятие؟ من کاستینگی انوای تانسور دیسکو نویسندگی خودمه من تانسور دیسکو میشتگی چیزه؟ تانسور دیسکو؟ دادود اینجا استویلیتی دیسکو بود گریجا دیسکو اکود تگی ویسکی تو باشه تانسور دیسکی گم شو سلام با همه تماشاگران عزیز تلویزیون آزیا. این است برنامه روز. مهمان نوبتی برنامه ما یکی از حجم‌نگاران شناخته که بسیار نفران نالکه میدونند این کس این نفر نام دارند فاروق سنگینوف. ما شما رو خوش آمدید. تشکر زیاد که این برنامه رو دعوت کردید که پراستش خیلی هم انتظار دارم که یک برنامه فرهنگی فراغتی این صحبت خب این فرهنگی فراغتی نه صحبت است. صحبت است. هم به اشتراک کنم فهم این برنامه است که در اینجا یگان حجم نیست. شما باید دانید تا اومین کنید نمیشه. خب ما برای شما پیشنهاد میکنیم یک چند سوال ها را شما میتونید به سوال پاسخ دهید. تمام. فاروق سنگینوف شما بعد تماشاگوی پیشنهاد شدنی لایحه تلویزیونی تریتوریوم را کمی مشهور شدید. کمی نه با بسیارتر. گفته میتواند که چی تغییر یافت بعد این در زندگی شما؟ چه گویم کن خیلی یعنی که بعدی که لایحه تریتوریوم را بود من این یکی از پروژه هایی بود که یعنی که باز چه گویم این مشهورتر نمیشد همون وقتی که اون رو یک پرودوسری گویم که مثل اعظم خان اکبرов مثلا چه میگم پرودویژنی میکنن یعنی که با مثلا انیمه کاری که پرودوسر کرد خب هم این لایحه هم تمامی بچه‌ها که در این لایحه اشتراک میکردن یعنی که یکمیش که مشهور شدن دومیش که یک دوست داشته خلق شدن و ما هم در نوبت خود کوشش کردیم که حاصل و شیخوی ما به خلق پسند آید برای آنکه شما هیچ خیلی رکلام نکردن گیرد و شما پسند خلق نباشیدن و مشهور شده نمیدن قین برای همین خیلی این یعنی که چخیل میگم سهمی دو طرفه بود هم از طرف پرودوسر هم از طرف خودمون البته اشتراک کنندگان این تریتوریوم البته من در حیات شما چی تغییر یافت در خود شما؟ مشهورتر شدیم کوچه و گردیدگر سرش به همه تنور کسی میگشت یک وقتایی خیلی نبود جیم میگشتیم و من خیلی چه گم یک کس بینندگر خیلی شخصانی که کوچه میبینن یک چهرشان کشاده میشن که همین آدم دیدیم بعضی کس میگوید که ما آفتابو نگاه کنیم خانده ما میبیدال که میگوید همین خیلی خب بود مثلا نفرانی که دختر کام بسیارتر بیاید صورت گیرم راست گیرم خیلی بود خیلی نه تنها دختر ها بلکه بچه ها دختر ها بسیارتر کودک ها بعضا من حیران میشم که والدین ها وقتی که یکم کوچه ها میخوریم میگن که این بچه من 2 ساله یا 1 ساله یا 3 ساله همین شما گیره که داستی باشه دیگه رکلاماتون یا برآمدتون بینندگر جیم مکک تماشا کرده میشند این تا حال برای من یک چی است که کودکو خیلی فهمانه که همین چیزه که یعنی که با یکم حواس تماشا میکنن یکی از موفقیت ها دایره همین چیز فهمون بهترین که
ما گفته میتوانم که انسان با بلاغت رسیده است به اندیشه شما. با بلاغت رسیده است؟ چطوره که کلانا میگن که بینیش برام کند اینو بینیش برام که دیگه میگه که همون وقت میگن که بلاغت برستگی، یعنی که شوخ میشد بچه یک از چگم یک سالی معین میبیاد که بچه سالی وای میشد نمیدونم هیچی نمیفهمد آوی نمیشکند شوخ. چرا صحنه‌هایی که شما می‌نویسید یا بسیاری از آنها بسیاری از صحنه‌هایی که شما می‌نویسید هستند صحنه‌های محلی هستند، به طور دیگر بگم یعنی که خوجنده بسیار صحنه‌های شما چرا یا اینکه محدود است دایره صحنه‌نویسی شما، یعنی که پورا تمام تاجیکستان رو فرا نمیگیرد؟ نه، اگر خیلی این چیز به ما کار کرده ایستادیم برای که مخلصای یعنی که جمهوری شدم پیدا کردم لیکن عین حال ما در یکمش اینکه در تلویزیونی محلی برآمد میکنیم، دومش اینکه این لایحه شخصا برای چگم تماشابینان محلی یعنی که اگر حاضر ما سختی عبار ادبی رو گذاریم اگر یعنی که شوخی کردن هزل و شوخی کردن هم این سال دشوارتر است از سببی که در کدام محلی زندگانی میکنید به فکرم خیلی خوب میشد که همون فهمیششون تیزتر میشد. همه خیلی این اکو فکری شخصی من فکری شخصی شما من فکر رو هست می تا اینکه لایحه خود تریتوری ما رو به تمام تاجیکستان مخلص پیدا کنن؟ به فکرم برای این به تمامی تاجیکستان پهن شدن چنین لایحه به فکر من یا اینکه بهتر میشود نه تنها در تاجیکستان از دیگر دولت ها هم مخلص برای پیدا کردن ما میتونیم عموما با زبان روسی گذاریم، یعنی که یک زبانی که اکثری شخص ها میفهمند. بعضا میشود که نبینید که ما با خوجندی لهجه خوجندی گوزنیم بعضا نمیفهمند، بعضا شهر نواحی ها یا اینکه اگر سخت ادبی بگذاریم هم یکمیش که ما هم سالی دشوارتر میشه، لیکن ما این رو یعنی که نمیگذاریم نه قسمان حرکت کردیم که یک لایحه رو به طرزی برای مخلصای جمهوری پیدا کردن سالی چخیلگم با زبان تاجیکی با زبان فهمای تاجیکی نیز پیشنهاد کنیم. برای کدام کار شما نمیتوانید انسان رو بخشید؟ اون کار هست میخوید؟ اکنون یک چیز رو میگم که اکنون نمیدونم که به فکری من نابخشنده این یعنی که چخیل میگویند به تو خیانت یا اینکه چخیل با پشت کد میزند میگم که یعنی که خیانت میکنند. خیانت نه همین نفر رو نمیتونند بود در زندگی شما خیلی چیز زمان کس خیانت کرد دختر باشد یا نفر دیگر؟ البته خیلی بود این نمیخوام گویم کی ها چیزی ها لیکن در حیاتی من بود عصبی که خیلی کن قریبی 30 برامدیم در حیات همین چیزش هم. چند ساله؟ من 29 ساله. 29 یعنی که در 29 سالی حیاتم این لحظه همین خیانتم شدگی. چند مرتب؟ اکنون حساب کرده نمیتونم گن بسیار زنچه بسیار فهمو. این درست است که شما رو دوست میدارن یگان بار فکر کردید که برای چی دوست میدارن به اندیشه شما؟ این در حقیقت درست است که شما رو مخلص دارید تماشابینان هم است بسیار از نفران در خوجند دوست میدارن حرمت میکنند یگان بار شما فکر کردید که برای چی؟ مثلا اگر خودی لایحه تریتوری ما اگر تقریبا چند نفر هستند در گروه بود؟ در گروه 8 نفر. اگر 8 نفر باشد یکی از بهترین ها مثلا بسیار شما رو میشناسن برای چی؟ شما رو دوست میدارن. اکنون میدونید بعضا کس میپرسد که یعنی که کدام اینستی صنعت رو یا دانشکده همین ساحه صنعت رو خلق کردی
من گفتنی هستم که من سایه صنعت رو من ختم نکردم نخوندم یعنی که این استعدادی خدا داد برای من یعنی که از خوردیم همین چیز شوقم بود خیلی شوقم بود در مکتب نیز در صادق سماندنی که پروستش در مکتب یا که در دانشکده نیز یک قوتی بچه‌ها یک شوخی که خندانده می‌ایستادگی من بودم به فکرم از سببی که من همچون خلقی مناسبت میکنید یک خودتان رو من اکن خیلی گم یک ستاره شدم دیگر خیلی نمیشید و من کارتون همین خلق عادی با این که گردید به فکرم برای پسندی خلق هم میشد این چیز یعنی که مثل خلق ما خلق کو یعنی که عادی همون خلق شما دوست میدارم مردم برای من به فکری من هم اکن مخلصا و میخوریم میگن که همین بعضی همین تو فقط دلنگی موی میگویی یا اینکه همین چخیل گم میگن همین مثل یکم خاکسار با این تو بچه یا اینکه افتت بینیم میخندیم میگود نمیدونم افتم به چاک دیگه یا افت می نمیدونم لیکن ممکنه میشه باشد برای مخلصان اصلا نه از مخلصان پرسن لازم ما پوستگی دیگه چی گفت دیگه اونو نمیدونم هم تو نگاه کرده خند کرده برفتگی تمام خب علاقه معلوم است دوام میتیم مثلا خودی من با نزدیک یک نفری نزدیک من دست بودم این خیلی هم مشکل بود مثلا بود در زندگی شما که مثلا یک نفر نزدیک دست بودم که تلخی زندگی من برای شما چی است؟ تلخی زندگی گفته من خیلی گم یک البته درست گفتید که یعنی که یکون شخصی نزدیکترین رو از دست دادن است من لیکن خیلی عینی حال خدا شکر اویله من درست تلخی ندیدی هم حاضر به اوما یا من خود چه میفهمی تلخی زندگی گفته شما؟ تلخی زندگی این یعنی که به تلخی زندگی هم توش بگیرید دیگر بسیار چیز سبب شدنش ممکن یعنی که کاری دوست داشته رو از دست دادن شخصانی نزدیک رو از دست دادن بسیار چیزها سبب شده میتوند یعنی که اگر که شما با اون چیز سخت دلی خود رو بخشیدگی باشید از زندگی چرا این صورت است شما؟ من از زندگی خیلی میگویند صحت سلامت کودکامو به وای رساندن صحت سلامتی پدر و مادر رو دیدن خویش و پیوندان رو به وای رسانده آنها رو یک خانه‌دار کردن چند سال هستن از فرزندان شما؟ من صاحب 3 دختر هستم کلانیش 5 ساله گذشتگی فهمم مثلا اگر حجم‌نگاران تاجیکی رو کنیم یک از آنها مقیم جان عبدالفتاح میگن که عبدالله رجب و که گروه غریب شد که تا حال فعالیت میبرن آنها 20 سال زیاد میشد 30 سال میشد الکی 40 سال میشد چون گفته میتواند که مثلا الکی آغاز کار شما 2016 بود اگر خطا نکنم با تئاتر یومورا 4 سال میشود اگر شما گفته میتواند که همون 20 سال یا که 30 سال بازم در صحنه میتواند که شما فعالیت برید اکنون این رو من پیشگویی گفته نمیتوانم همچون پیش حالی که انسان نمیدوند که فردا رو چی انتظار است لیکن اکنون تا آن دمی که بفکرم هر یک شخصی که در گرد و اطراف ما هستند بچه‌ای که در تریتوری یومره هستند تا آن دمی که مثل خلق میگن مرغ دلش نمورد یعنی که در دل تا همون چیز هوس همون شوق باشد اگر بفکرم این لایحه تا آخره میرد تا همون تا آخره این نکن نمیدونم معلوم نیست همین وزمینی اگر به وزمینیش نگاه کنم اگر شما میتونید که مثلا 30 سال همین وزمینی رو با دوش کردید 30 سال هم خیلی کار کنید البته که اگر در عائله شما در خانه شما یک و در خود شما یک سلامتی باشد و عائله تنج و آرامی باشد اگر به فکرم یگان معما نمیشود که
یعنی که کنسرت خود را یا آینده برآمدهای خود را قطع کنید. یعنی که آیله و اصلا آیله گفتید وقتی که در آیله میشد که نافهمی میشد یا کمبودی میشد شما میتونید که ترک کنید صحنه رو. همین کلام است. نه تنها ترک کردن، یعنی که چه خیلی گفتم به شما، چه خیلی فهمونم که وقتی که شما میدونید که یعنی که مادرتون بیمار است مثلا یا که دخترچتون بیمار یا که اهل عائله‌تون کس بیمار، یعنی که شما نمیتونید به کنسرت تیاری بینید، یعنی که فکر و خیالتون در خانه است. وقتی که میدونید که عائله شما تنج و آرام است، شما یعنی که همه که در فکر و عقیده خود را در همون کار گذاشته شما وای میکنید. یعنی که معمای اساسی این من نمیشده میتونم به فکر من دیگه هیچ چیز نمیتونم. فهمم. چرا دایره تماشابینان شما محدود است؟ مثلا شما رو در بسیاری از ناحیه‌های دوردست تماشا میکنم. به این سوال اگه جواب دادیم؟ تماشا نکردنشون اصلا از لهجه استفاده بردن شما؟ دایره که شخصانی هستن که لهجه خوجندی یا اینکه من اون چیزی که ما برآمد میکنیم اون چی رو نمیفهمند. بعضی لیکن هستن مخلصا نفهمن هم همچون چه خیلی به شما ویدیو تماشا میکنن میفهمن که شوق‌آور، یعنی که بعضا خودتون هم میشد که اون ویدیو میبینید انگلیسی ندونید اگر لیکن میبینید که اون چیزی شوق‌آور رفته ایستاده است اون رو تماشا میکنید. همین خیلی مخلصای هم هست که براستش میگن که مینویسن در یوتیوب کانال یا اینکه در استرینچکی خودم این استرینچکا مینویسن که مجبور نمیفهمم لیکن تماشا میکنم. اصلا از روی چهره به فکرم ها از روی چهره اخلا در صحنه یعنی که برآمد کرده حج گفتن این نه تنها در متن جمله شما است، در آنجا با رول اساسی بازی میکند. خیلی شما اون رو بازی کرده به مخلصان همچون مثال حادثه مست مثال حادثه که پدر حادثه یکون کامپیر یا زن رو چه نشان میدید. اما شما با آینه نگاه کرده صحبت میکردید یعنی که مثلا شما گفتید که بعضی مخلصان هستن که میگن که من افت شما ببینم خندم میگیرد. شما افت خدا در آینه دیگه اون چی میفهمید که برای چی خنده میکنن؟ من افت خودم هم تو آینه رو نه نمیدونم. شاید اگه خیلی به فکرم من به یک خلاصه اومدم که آدم‌ها شما مثال کوچو میبینن هم تو بیننده به فکرم یکون صحنه چی شوق‌آورشون احساسشون میبیاد و برای اون خنده میکنن به فکری من. یعنی که گفته میتونید که مثلا جای تلویزیون رو از اینترنت گرفته است، یعنی که بسیار تلویزیون تماشا میکنه که آدم‌ها کم است. به فکرم خیلی چی گفتم شما اگر که تلویزیون یک برنامه شوق‌آور یک فقط مثلا اونجا یک کنسرت ماند یا یک خیلی رکلام برود یا یک اون برنامه خیلی درستش نباشد به فکر من مخلصا تماشا نمیکنم. تلویزیونی که یک اون برنامه دارد یک چیزای شوق‌آور میماند برنامهش خیلی بسیار است. هر گونه یک رنگ نیست و هر رنگ البته میخوای یک رنگ نه هر گونه هست. به فکرم خود نخواهید اون رو آدم ها تماشا میکنن. یعنی که خوانندگی ما خیلی از من اینجا گپ درباره من خودم گفتم لیکن خوانندگی ما همونشون تلویزیون تماشا میکنن. اکنون ببینید که در یک عائله که سه تا جوان مثلا بچه‌ش است پدر دارد مادر دارد همسر دارد یکون خواهر دختر دارد اونهایی که در خانه هستن تلویزیون میبینن. به فکر من بسیاری ها وقتی که خولگی هاشون البته از اون که بعضی مخلصا وقتا ما نیست ما روچینگ میکنیم لیکن وقتی خولگی البته تلویزیون میبینن. از آن عائله مثال گوییم 2-3 نفر در اینترنت هستن. من خود شما کدام کتاب ها رو آخرای وقت خوانده بودید؟ آخران وقت من کتابی متالورژی خواندگی اویدی کسبی خودم وقتی دیپلم работам شده. چند سال میشه؟ 5 سال اضافه تر. 5 سال. از استودیا بار سالی زراس میشدیم 6 سال.
6 سال میشه شما کتاب نخوندید حالا؟ نه اکو خوندگیو سخت اون دفعه بای نده اون دفعه سخت خونده بودیم برای که روزامو فقط بیبلیوتیک میگذاشت دیپلم ازشته کردم به عموما اگر نگاه کنه حجم نگار باید بسیارتر کتاب خونه برای اینکه فوند لغوی زیاد شده اینکه عموما علاقه لغوی پر است. لغت پره جا نیست مگابایت کم کلنده. عموما راستش کتاب نخوندید عموما کتاب‌های مثلا بدیهی است یا اینکه کتاب‌های از اون دیگر مملکت و تاریخ از اولی تاریخ گونده. نه البته خیلی شوخی کتاب خوندگی ساحی یعنی که کتاب‌های واسه ساحی کاری خودم کتاب ساحی کاری یعنی که مارکتینگ و ساحی بیزنس و یا ساحی که رکلام و موافقت میکنند یعنی که ساحی خودم و این کتاب‌ها رو خوندگیم. حاضر لیکن ما بیزنس رکلام اگر نگاه کنید ساحی نفر حجم نگار هستن. ساحی نبینید ده شما آپشتی این گپتو ما به پرابلم میشن. نه یعنی که رکلام مارکتینگ با ما یک بعضی کارخانه‌های مراجعت میکنن که یعنی که باری نو آوردگی اصلا که شما خلق میشناسد ما میخوایم با همراه شما یک رکلام کنیم که همین محصولات ما برای فروش رود. همین به من چقدر از گنراری کاری شما وایدی رکلامه که تقریبا 1 دقیقه است ما نمیگیم که مثلا انیق و دقیق چند سامانی یا چند دلار بدن شو بید میتونه که تخمینا گویم اگر خیلی زندگی میرسد که پراستش بنزین پولی میبرد 2000-3000 سوم ندانم حساب نکردیم که پراستش نه یخی مولم نه یک همین سوال شما یک چیز میگفتی بودم که یکمین رکلامی که من در آن سیام به نوار گرفتم رکلام رسیام کشتم این ریال ریمون بود. در آنجا خودش نوار بینید اگر همون رکلام ببینید معلوم که من خیلی جوان که ولی من دانشجو بودم و این رکلام رو سیام کردیم با نامی ویران خوجه. تلویزیون بود اونجا؟ دوران تلویزیون بود من با تلویزیون خیلی استفاده بودم اما چیزی که ویران میشد من در آنجا خودم رو ویران خوجه معرفی کردم و مثال اون رو 400 سوم به رکلام به نوار گرفتیم. این خطا نکنم سال 2013 یا 14 بود 13 یا 14 اگر از 2020 7 سال میشه تقریبا 7 سال لیکن رکلام تا حال میرود لیکن گنرال شما قیمتش دیگه است روغنم قیمتش دیگه وای تا حال میرود هست شخصانی که فکر میکنن که هر باره که همون رکلام رفتاست یا اینکه هر سالی که رفتاست ما که در خیالشون میگه که ما مبلغ میگیرم لیکن این خیلی نیست. رکلام رو شما یک بار سیام که میکنید مبلغشون رو میتید و اون رو مثلا به تلویزیون یا اینکه به اینترنت میمونید و این اختیاری شما است. شما چند وقت میمونید خیلی شدن شخصانی که یک مسئولیت دادن که کانترکت بندید شرطنامه بندیدتون در آنجا خودتون نویسیدن که مثلا من این مبلغ به تا همین قدر مهلته لیکن این چیز بالی مثال صاحب کاری ما تیار نیست این موقع میگه اینو سخت خود برفتیان میشه خیلی اگر پیشنهاد کنید اگر هست بعضی مثال یا برای داد افتم است یا نه هست تو نمی هست که میگه یا برای باشید هست مثال رکلامایی که اون رو مثال رایگان ما به نوار میگیریم بازی میکنیم اصلا که اکو چخیل ما تاجیکو خیش بازی ها ما های تاگو بازی های ما اگر چخور روی مگر یا درگی خیش میبریم یعنی که اگه شناس ها خوش میکنن مثال به مبلغ هم کمکی ما همین میشه که از دستی ما همین میبید. چی میشود اگر شما یک نفر رو دوست دارید لیکن این نفر از شما 30 سال کلان باشد؟ دوست دارید؟ لباف می؟ من بله عاشق شوید با نفری که 30 سال از شما کلان باشد
نمیدونم خلاصتوی باشید دیا نه عموما اویلدار باشه دو لیکن باز هم یک نفر دیگر میشد تو اصلا نفرانی که مثلا دوباره اویلدار اکنون تا حالا من گپ راستش ولی هیچ کی دوست نداشتم تا حال نه که بعدی اویلدار داشتن البته بعدی اویلدار داشتن بعضی کس میشد که اویلدار شده با یگان کسی دیده نه دوست داشته میموند یکی من حالا در این خیلی حادثه نفرام دیم خیلی اون نفرامم برای اینکه خیلی کامری نیست که تنگه شما نه گپ در سری اون نیست که اکنون خدا میگوید که یگان کسی دوستم ندارید و این نکنید برای اینکه اویلتون های بچه‌تون های عموما وقتی که شما اگر همین حالت شود شما چیکار میکنید ما اکنون انسانی که تا این حالت به نفرت هیچی گفته نمیتونن یا براستش شاید نمیدونم کوشش میکنم که همین حالت به نفرم خب فرامده مانم یکم که برامدن نکره این حالت برای اینکه این یک حالتی گفتید که عاقبتش یکم اویله ویران میکنن یعنی که شما نمیخواید که اویلتون ویران شد البته برای چی؟ اما مردن برای چی است؟ برای چی مدت است؟ من نپستیم که براستش آخه نه برای چی میمورد مردن؟ ها چون میمورد؟ یه چون ماشین تا ویران میشن خدا همه به یک سالی معین حیات دادگی مثلا اگر شما فکر کنید که یک سالی عمرتون باقی مانده است کدام کارو بسیار انجام میدید؟ اگر من یک سالی عمرم ماندگی باشد و من بسیارتر یعنی که با کارهایی که با انجام نرساندم خیام همه انجام برسانم چی کار رو هم؟ مثال ده اگه نقشنده کارتون هست همون انجام نکرده با انجام نرسانم وقتی که وای کار به شما سالی ضرورتر باشد شما باید که دانید که مثال بعد یک سال شما میمورید اون رو باید که با انجام رسانید قرضایی بوده که صاف کردن در کار شما قرض دارم شما همه چیز پساسیده من نه عموما من سوال تو موزه عموما فهمم اینا که حتی آمین کنید رویم اصلا این چه شما آدمی سخت وای بودید پخته بودید همه چیز پستره ما یا برای وای کسید شما در یک اینترویو افتید که اینترویو تلیت کامل بود شما بانک گفتید من باید از بانک کردیت گرفتم باید یکم کار بکنم باید کردیتم رو سپارم خلاص شده؟ همین من خلاص میشم آخر سال کم که نسمی کم تو برنامه پول میتومه فهمم خیلی عموما در حیات هر خیلی حادثه میشود یک آزر مثال یک زمانه است که یک کس پول پرسید نیست پول سببی ندادن پول این چه گم شاید پیش از مونگی آدما هستن شخصانی که این طرف پول گرفتگی این طرف پول گرفتگی با راهی دوستانه شده با گفتی ما ندادگی و برفتگی تگو بیخشگی اکنون مثال یک کس پول تگوی دیگر آدم میترسد که گرانده میتید نمیگفته ببینید به فکری من یک حادثه های شده که مثال آدم پولش داده گفته نتونسته یا اینکه خاصم خیلی پایو بعد از تیو با پا داو یعنی که وقتی دادمش موناز وقتی گفتم شما به آدمی گنده نیست برای ما خیلی میشد حادثه هایی که یکم کس پول به در میمونید یا پول لازم میشود وقتی که یکم کس میپسید نیست خیلی مجبور بانک رفته میگیرید اینا از بانک مثلا سابق کردی گرفته شما ایده اگه بیزنس بود امیخوام بفکرم نه بیزنس نه و مثلا اویلوی کی فهمم ادامه دهیم کدام از اینها زیاد دانش میدهند آموزگار یا اینکه اینترنت بندش شما البته آموزگار اگر که آموزگار نباشد و آموزگار یعنی که به معنای آموزگار چی است آموزگار اون شخصی است که اقلا شما رو به یک چیز یاد دادگی است مثلا رفتم به خوندم به یک چیز معناش فهمیدم به مضمونش فهمیدم به همه این چیز همش بگیرید من همچون آموزگار میفهمم
یعنی که من تولد میشم و یا برای دستمانده اینترنت نیست کو البته یکم بار آموزگار معلم مثلا در مکتب همه اون رو آموزگار میگن استاد میگن شخصی که یکم بار شما رو اول یاد میدین وقتی که شما سالی عقلتون دست میگیرید اون چیزی که از آموزگار اول آموختید شما بعد از اینترنت هم مثلا یک اون چیز در با پیدا کردن میتونید البته شما یا باره یک آدمی نمیدید که بدون هم تو تلفن تیدگر و آدم یا باره من اینترنت گفته نمیدارد که اینترنت هم کی آموختگی کی همون چیز اختراع کردگی شخصایی که اول آموزگار تربیت و تعلیم گرفتگی نمونه شخص انسان آفریده وای کردگی همون چیزه ساختگی اینترنت هم در یک مصاحبه شما بسیار اویدی مادرتون میگید یعنی که من در ماجرا بودم باید مادرم عذاب نکشند همین بود اویدی پدر در چه کار میکنم پدرتون پدری من گذشتگی پراسش ما همراه مادرم زندگی میکنیم برای من خیلی بسیار تر مادرم دوست میدارم برای که مادرم همچون پدر هم مادر هستن در عائله من یک تا پسر یعنی که مادرم همشیره شوکت شده در بیمارخانه شهری بوستان حاضره پیشتر چیکالس میفتن کار میکردن خیلی کنچ خیلی گویم از عائله‌ای که سخت بای نه ما پدرتون در خردسالی گذاشته بود چی از اون واقع شد چی شد گفته میتونید یا اینکه بیمار شدن بیمار شدن شما چند سال بوده سینی مکتبی بوده یا اینکه سینی مکتبی بودم چی میشود اگر شما رو حبس کنند لیکن شما بیگناه باشید این رو فقط خودتون دانید که مثلا شما بیگناه هستید لیکن شما رو حبس میکنند چه حادثه میشه در این وقت در خود شما چی رو میتید در وجدان شما البته در وقتی که یگان در وجدان بفکرم هیچی نمیشد خیلی تا آخری یگان ویتانه با امید میشید که یک روز نه یک روز عدالتانه همون کار وای شده شما رو با آزاد میکنن گفته دیگه چه میکنید وقتی که اون خیلی حالت در شما مثلا یگان نفر بیگناه شما رو یگان جنگ میکنن که حبس میکنن که بیگان مقامات دولتی برن نه این حالا نشده است لیکن من خودم یک میدونم شخصی که یگان چه گم سخت عصبم تیز ویران میشد اگر وقتی که یگان موضوع شما من بگوید که من در وای برنامه شما به همین سوال دادگی بودم گوید لیکن شما ندادگی باشید باید من یا بر عصبم وای میشد من در همین حادثه که انسان دروغ میگوید یا که تهمت میکند که من یا گفتم یا گفتگی بودم تو یا تو نشان دادی بودم تو وای نکردی اگر من خیلی عصبانی یا بر عصبانی میشم نمیدونم برای چی در وقت عصبانی آدمی خطرناک بفکرم من شما احتیاط شدن در کار براستش بفکرم با من چه میگم نمیفورد معقول نیست که اون کس تهمت یا دروغ میگه دیده دانسته مثلا همین چیز به من سالی وای کنید گنده میبینم چرا آرزو میکنه در زندگی شما در زندگی آرزو میکنم که خوشبخت‌ترین عائله باشم خوشبخت‌ترین فرزند باشم خوشبخت‌ترین مادر داشته باشم یعنی که تا آخری عمر مادرم خوشبخت باشن سلامت باشن خود شما برای مثلا برای خوشبختی مادرتون کدام کار انجام دادید شما فکر میکنید که از مادر شما خوشبختن بفکرم انسان تا آخری که عمرش برای مادرش کند این همش کم است لیکن کوشش کردن در کار که تا قدری که دستتون میبیاد همون چیز که اگر همون کار کنید یا همین رفتار کنید یا همین چیز کنید که مادرتون خرسند میشن بفکرم این چیز همه چیز به تیار تا امروز کدام کارا کردید مثلا برای خوشبخت بودن زندگیتون عائله
اینه چه من فهمونم یعنی که میشد که با مادر صحبت میکنیم ما با مادر صحبت میکنیم یا اینکه میگه که مادرم امروز نه اون من میگه که خیلی کایسی مثلا دلم میگه دوست است مثلا خوردنی هم مثلا من کوشش میکنم که همون گپی مادرم اجرا کنم یا اینکه اگه من میخوام همین کار کنم یا همینجور روام کوشش میکنم که همون کارشون همراه رفته کنیم یعنی که همه چیزایی که مادر میخوان شما حرکت میکنید و بس از اون که مثلا مبلغ دارید یا که ندارید مایه کنید البته به فکرم بسیاری انسان و فرزنده این کار میکنن نه تنها ما همه میکنن یعنی که در نزد مادر با همراه مادر یکم کار کردن یکم چیز این اهم به فکرم برای مادر یک خرسندترین چیز ده که یکم کار میگن چیز به نزدشان فرزندشان مادر دستگیری کرده هر دوشان اون چیز به انجام میرسونن. خب درآمد فاروق سنگین واسه بغیر از تریتوری ما باز کجا درآمد میگیره؟ حاضر به درآمد همین فقط برآمد فقط درآمد نیست فقط برآمد. فهمو. چی میشود شما اگر یگان نفر را کشید؟ که بقال رسونه داره سوالای باز بین اکنون یکمیش که خدا نخواهد دو اکنون من نمیدونم این چیز به جواب داده نمیتونم چه خیلی شده کیم که آخر مرتبه آیدی مارک فکر کرد یا مش فکر کرد آیدی مارگی خودمه آیدی مارک خیلی خطا نکنم بقریبی روزهای نزدیک من انسان باید که هر دفعه چقدر تاند به فکری من هر بار فکر کند این چیزه برای که من و شما و ما دنیا و روزها ویچنی نه یا که دائمی نیستیم برای من هر یک از این چیز رو فکر کرده هر یک کارهایی که دیگیشه رفتار و کردارهایی میکردیشه این چیزها رو فکر کرده به فکری من نظم شد که این چیزها رو فکر کرده کاراشو کند بهتر برای اینکه بیهوده بزرگانی ما نگفتن که از انسان باید یک نشانه ما گفته ما باید که من این سمت رو کار کنیم یک کس گفت که همین انسان وقت شنده مثال من این کمپر کدگی بود یا اینکه ماسپ یاردم کدگی بود یا اینکه زمین اسفالت کدگی بود همین انسان همین درختی مثال میوگی شناندگی بود گفته اما این چیز یعنی که یک خاطره نیک میشه برای انسان. از فاروق سنگینوف چی باقی میمونه؟ از فاروق سنگینوف فقط به فکرم خاطره های نیک خرسندی فقط حج من عینی حال اگر عینی حالش گیریم اگر آینده کش میکنیم میگن کارهایی که به انجام رسانیم که یک خاطره بماند. برای چی مثلا شما در دانشگاه کوهی متالورژی تحصیل کردید ما ویتامینش را اختصاصی متالورژی رنگ بود میفکرم مثلا من برای چی کار نکردید همین صاحبه خب بفکرم این سوالا بفکرم تکراری است برای شما سوالاشون دیگه است دیگر صاحبه اکنون سببش همین که وقتی که دانشگاه در آمدیم ما از طرف دانشگاه هم به کوین جلب شدیم یعنی محفل خوشتران حاضر جواب همون چیز چه بگم به شما همون چیز دلی بماند یعنی شوق پیدا کردیم یعنی که همه خیلی باور کنید وقتی که به صحنه میبرید و مثلا 100 کس 500 کس در اون زال یکانجا شتیان خاندانید باور کنید یک چه خیلی گم به شما یک الهام باز آمدن میگیرد که باید غیر الهام شما یک احساساتی همین خرسندی رو به خود قبول میکنید که یعنی که توانستید مثلا مبین 1 مینوت 10 مینوت 700 خلقی که در سری واها هزار یک خیل باید زندگی شد همشه فهمیده نمیشد اینش این پرابلم دارد و کس وای پرابلم دارد اینش این بایدشون هست
همون وقتی که شما برآمد میکنید و همین 500 که 700 مثال 10 یا تماشابینان میخندانید، یک احساسات خرسندی پیدا میکنید که توانستید همین مابین 1 مینوت می 10 مینوت یک تابشانه شاد کرده، یک معنی سر آرام داده، یک از بعدشان سالی دور کردید. بعد از اینه که من محفل به برآمدم که بین دانشگاه ها بود، در بین مکتب ها بود، این چیز مکتب بیا من برآمد کردگی. بعد از اون من روی خودم سالی بای کردم. راهی خود یافتید؟ راهی خودم هم دیگر خیل کرده، همین راه برفتم. لیکن تو ختم در دانشگاه تحصیل کردید؟ تا تمام شدن؟ تا آخر بای کردم. اینجا یک سببش هم بود که مادرم میگفتن که اکنون من میدونید که یک حیاتی مانده یک چیزی سخت است که سخت نمیگم چه گم خلق چی میگوید، آدم چی میگوید، همسایه چی میگوید. ما از همین چیز میترسیم و من هم از همین چیز میترسد که هستم خیلی گروهی که به پسیخولوژی آدم به تاثیر میکند، سخت تاثیر میکند که همه اوزر یکان کار شده دیگر آدمات زیگوید که همسایه ها زیگوید که خیشته برات زیگوید که میگوید. همین چیز هم مواد تاثیر کرده بود که یعنی که مادرم میگفتن که بچه من باید که تو رو تا آخر خواننده، تو باید که تا آخر خواننده دیپلمت گیری که یک کس نگوید که همین بی پدر خواننده نتونست بچه دیپلمش گیران داده نتونست. گفته فکر نکنه. گفته من مبلغ تحصیل رو که پرداخت میکرد؟ یکم کورس من از همین چیز میگفته بودم که یادم مانده است که یکم کورسی من وقتی که به دانشگاه داخل شدم در شعبه بودجت داخل شده نتوانستم، به شعبه شرطنامه داخل شدم اصلا که بال نرسید کمک. من در اونجا یادم است که همراه مادرم رفته، مادرم همه آن گوشوار و گردماندوی رفته او جا عبدالعزیز فروختگی بود که پسرم دیگه باشه بوده دادن نکوافته یکم کورسی بود. همین چیز من تا حال از یادم نمیبرم و از اکنون کوشش میکنم که مثلا هر یک زادروزی محترم به یکان تحفه تقدیم کنم، گوشوار باشد یا یکان چی باشد، برای اینکه هر بار من همین چیز یادم مانده های همین چیز. هم در وقتی که یکم کورسی وقتی که مادر گوشوار و گردنبند رو میفروخت در شما چه احساس بود؟ که آیدی پشیمانی هم بود که مثلا باید من نمیخوندم یا اینکه دیگه کار میکردم؟ نه، وقتی که همین چیز مادرم گفته بود که من توی خوانندرم در کار، یعنی که آدمو فکر نکند که همین خواننده نتونست بچه دیپلم داده نتونست، گیران داده نتونست، فکر نکند. گفته همین وقتی که سخن‌های گفته بودم من همینجانده آلکای باید بودم که خیلی خوندن در کار، کوشش کردن در کار. خیلی همینجانده احساساتی البته بود که خیلی ببین که سخت نخوندیم مکتبنده، اگر که ممکن سخت‌تر میخوندم همین کار نمیشد. میگفته خیلی تا و یک کوشش کردیم، لیکن از سببی که من کوششی که کردم دویم کورسی من الکی بودجت نمیگذراندم. الکی خود ریکتر وقت ریکتر عزیزف رستم آچیلدی بودن، ریکتری دانشکده، از سببی که هم درس میخوندم زچاتوی میسپردم، بعد از اون با محفل خوشتیران و حاضر جوابان اشتراک میکردم و ما در شهر دوشنبه اشتراک کرده بودیم یک سیزن در جمهوری آزمون جمهوری محفلان و در آنجا جای دویم رو گرفتیم. در همون جا ریکتر آمده گفتن که شما برای من همیشه جای یکم. اما من در زندگی شما کدام حادثه بود که حادثه ناخوشی که شما رو کلاً تغییر داد؟ اینکه بعد این حادثه شما تغییر یافتید، ما یکان درس گرفتید اوید این چیز اوید زندگی؟ خیلی چقدر من خیلی این چیز شدگی برای من که من
дар ҳақиқат яъне ки тағйир ёфтагим якчанд чиз шуда гузашт ҳаётда аз он чиз нагӯм беҳтар ба фикри ман ин ки сирри худам гӯем мешавад. яъне ки албатта ҳамихе ҳодисаҳо шуд дар ҳаёти ман дар ҳақиқат ҳамин ҳодисаҳо мешудааст барои инсон дар ҳақиқат ҳамин чиз будааст ки инсон баъди ҳамин чиз ҳақиқатан тағйир меёбад. яъне ки то ҳамин рӯзе ки шумо чӣ хел ҳаёти дигар хел гузаронда омдостик будед баъд аз ҳамин кор бовар кунед аллакай дигар хел мешавад. яъне фикратонам дигар хел мешавад дар зиндагӣ муомила рафтор албатта да мегӯяд ки одам бутун дига хел шудааст гуфта. яъне ки дар ҳамин ҷо ҳамин хел чиз фаҳмидан мумкин ки одам дига хел шудааст. яъне ки чӯба дига хел шудааст яъне ки дар ҳаёташ ягон ҳамихе кор шуде ки ябора вай одам тағйир меёбад. фаҳмам. саломат бошед. тамошобинони азиз, ин буд барномаи рост ва меҳмони мо буданд ҳаҷмнигори шинохта Фаррух Сангинов. бори дигар ташаккур мегӯям барои омаданатон, ташаккур барои иштирок, ташаккур ба посухҳои шумо. ба шумо низ ташаккур, ба мухлисони телевизиони Азия низ ташаккур ки моро таи чанд дақиқа тамошо кардан. ман ҳам мехостам ба шумо, ба кулли кормандони телевизиони Азия, ба тамоми аҳли оилаҳо, пайвандо, ба тамоми тамошобинон танҳо саломатиро орзумандам. яъне ки дар замони ҳозира танҳо саломатӣ барои мо шумо яке аз чизҳои қимматтарин мебошад. тамом. тамошобинони шумо тамошо кардед телевизиони Азия барномаи рост ва ногуфтанам мунад ки номи ман Баҳор Алӣ Умаров. саломат бошед. Ташаккур.